بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شيخ الإسلام قدس الله روحه وطيب ثراه در عقیده واسطیه یک چند آیاتها را ذکر کردند که در آن آیاتها الله سبحانه و تعالی خود را وصف کرده است. از جمله گفتند که و قوله الرحمن علی العرش استوى، و قول الله تعالی که گفت که رحمان بر بالای عرش برآمد. ثم استوى علی العرش، در دیگر آیت ثم استوى علی العرش گفت، سپس الله تعالی بر بالای عرش برآمد، قرار گرفت. فی ستة مواضع، در 6 جای، یعنی در 6 جای قرآن کریم، در 6 جای قرآن کریم با لفظی ثم استوى علی العرش آمده است. اما الرحمن علی العرش استوى در یک موضع، یعنی 7 موضع می شود. خلاصه الله سبحانه و تعالی میگوید که رحمان یعنی یکی از نامهای الله تعالی، یکی از نامهای بزرگترین الله تعالی رحمان است. رحمان یعنی بی‌نهایت ذاتی که مهربان است، بر بالای عرش برآمد. برای چی قهار نگفت، جبار نگفت؟ یعنی این بسیار زیبا هست که مهربان بر بالای عرش برآمد، برای آنکه اگرچه الله تعالی عالی هست، هم ذاتاً هم قدراً هم مکاناً و منزلتاً، ولی او مهربان است، ظلم نمی کند، ظلم را برای خود حرام گردانید و بندگانش رحم می کند و رحمتش حد و کنار ندارد. و رحمتی وسعت کل شیء، رحمتی من به همه چیز رسیده است، حتی حیوانهای وحشی را رحم کرده است، حتی در این دنیا کافر را رحم کرده است. الرحمن علی العرش استوى، استوى به معنای علا یعنی عالی شد، برآمد، قرار گرفت، به همین معناها هست، معناهای درستی کلمه استوا. فی هذه الآیات الکریمات اثبات علو الله تعالی، یعنی شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتند که در 6 جا با لفظ ثم استوى آمد و در یک جا الرحمن علی العرش استوى، یعنی 7 آیت. در این آیات های کریمه اثبات صفت علویت الله تعالی بر خلقش، یعنی عالی بودن الله تعالی بر خلقش. الله تعالی بر خلقش عالی هست، هم از روی قدر و منزلت الله تعالی عالی ترین قدر و منزله هست، و هم ذاتاً الله تعالی در عالی ترین مکان است. اهل سنت و الجماعت به الله تعالی مکان اثبات میکنه، برای آنکه الله تعالی برای خود مکان اثبات کرده است. در این آیات هایی که ذکر میکنیم وجه استدلال را برای شما از سخنهای بزرگان بیان میکنیم. شیخ الاسلام رحمت الله علیه بسیار خلاصه کردند درباره این صفت الله سبحانه و تعالی. در این 7 آیت اثبات صفت استوای الله تعالی بر عرشش هست و در حقیقت به این صفت دلالت کرد چه خیلی شیخ الاسلام رحمت الله علیه در کتاب التسعینیه گفتند نصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف الأمة وأئمة السنة بل على ذلك جميع المؤمنين الأولين والآخرين. نصوص قرآن، نصوص یعنی لفظهای صریح قرآن و سنت
و اجماع سلف امت و امام های اهل سنت، بلکه جمیع مؤمن های اولین و آخرین در همین عقیده هستند که الله تعالی بر خلقش عالی هست و الله تعالی بر بالای عرش استوا کرده است. و در کتاب درء تعارض العقل و النقل گفتند که بل اتفقت الکلمه من المسلمین والکافرین ان الله فی السماء، بلکه کلمه مسلمان ها و کافرها اتفاق کرد که الله تعالی در آسمان است. یعنی که نه فقط قرآن و سنت و علمای اهل سنت و علمای سلف، بلکه تمام مسلمان های کافرها در همین عقیده هستند که الله تعالی در آسمان است، در بالای عرش است، در بالا است و بر بالای خلقش عالی هست. و در جای دیگر گفتند که فدل علی علو الرب تبارک و تعالی علی خلقه، دلالت میکند به عالی بودن الله تعالی بر خلقش کتاب قرآن دلالت میکند، یعنی دلیل از قرآن است و سنت و از حدیث و اجماع علما و الفطره، فطرت تازه، طبیعت تازه و العقل، عقل هم دلالت میکند. انا همین کافرها به همین دو منبع تکیه کردن، به فطرت و عقل. اصلا عقلی سالم به شریعت هیچگاه تناقض نمی‌بیاید، موافق می‌آید. فطرتی تازه هم، طبیعتی تازه. طبیعتا انسانیت خود را بنده حس میکنه و در جستجوی یک الهی است که او را عبادت و پرستش کنه. ولهذا كان السلف مطبقين على تكفير من انكر ذلك. بنابراین تمام علمای سلف اتفاق کردن برای کافر بودن آن شخصی که علویت الله تعالی را انکار میکنه، میگن که الله تعالی در بالا نیست، گوید کافر میشد. اتفاق کردن لانه عندهم معلوم بالاضطرار من الدین، چون که در نزد سلف دانستن این که الله تعالی عالی هست یک چیز ضروری هست، دانستنش از دین. کسی نداند کافر میشه. یعنی همه باید این را داند که الله تعالی در آسمان است، در عالی است. آسمان به معنای در درون آسمان نیست، وقتی که ما فی میگوییم به معنای علا هست، یعنی در بالای آسمان است. و آسمان در لغت عرب به معنای بالا هست. الله تعالی میگه که و انزلنا من السماء ماء طهورا، ما از آسمان آبی پاک نازل کردیم، حالا که آب از ابر نازل میشه. یکی از آسمان گفت یعنی از جهتی بالا، و الله تعالی در بالای عرش است. 7 قبد آسمان، بین 7 قبد آسمان بعض مخلوقات است، مانند بحر، مانند جنت، مانند درخت. بعد از آن بعد جنت عرش است و بر بالای عرش الله تعالی هست. در بالای عرش غیر الله تعالی دیگر چیزی نیست. عرش تمام مخلوقات را احاطه کرده است. بیرون از عرش غیر الله تعالی دیگر چیزی نیست. عرش تمام عالم را احاطه کرده است. عرش هم عالم است و الله تعالی پروردگار عالم است، سازنده و آفریدگار عالم است. و در جای دیگر در کتاب درء تعارض گفتند که و ذلك معلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة و اجماع سلف الامه. عقیده این که الله تعالی در بالا هست، این یک چیزی هست که انسان به طریق اجباری از قرآن و سنت باید این را فهمد. برای آنکه وقتی که قرآن را میفهمید نه فقط الله تعالی در آسمان است، در بالای عرش است گفته است، بلکه بی نهایت دلیل های زیاد آمده است که دلالت به عالی بودن الله تعالی بر خلقش میکند. الله تعالی از خلقش عالی است و اینچه حدیث ها هم همه حدیث ها دلالت به این میکند و اینچه اجماع سلف امت. و در دیگر جا شیخ الاسلام گفتند که والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم و اصحابه و سایر علماء الامه متواترة
و حدیث ها از پیامبر صلی الله علیه و سلم و از صحابگان پیامبر صلی الله علیه و سلم و از دیگر علمای امت متواتر است در نزد آن شخصی که عند من تتبعها، در نزد آن آدمی که کفت کاف کرده است. حدیث هایی که درباره عالی بودن الله تعالی بر خلقش، در بالای عرش استوا کردنش اگر جمع کنید برای شما روشن میشد که این متواتر است، به طریقی متواتر آمده است. یعنی همین گونه زیاد است که همین قدر آدم ها با همدیگر جمع شده مصلحت کرده دروغ بافته نمیتوانند. این متواتر مانند قرآن است. قد جمع العلماء فيها مصنفات، در این باره علما حدیث های کتاب های زیاد جمع کردند، تصنیف کردند، نوشتند درباره اثبات این که الله تعالی در بالای عرش است و الله تعالی در از تمام مخلوقات در بالا هست. صغارا و کبارا، بعضی علما کتاب های کلام نوشتند مانند امام ذهبی، بعضی کتاب های خرد نوشتند. خلاصه خیلی علما دلیل آوری کردند که الله تعالی در بالای عرش است و از مخلوقاتش عالی هست. قال شیخ الاسلام رحمه الله، در جای دیگر شیخ الاسلام گفتند که بل من اکثر النظر في آثار الرسول صلى الله عليه وسلم علم بالاضطرار أنه ألقى إلى الأمة أن ربكم الذي تعبدون فوق كل شيء. بلکه کسی که به حدیث های پیامبر صلی الله علیه وسلم نظر میکند با طریق اجباری میداند، یعنی مجبور میشد دیگر همین معلومات گیرد که پیامبر صلی الله علیه وسلم برای امتشان گفتند که پروردگاری که شما او را عبادت میکنید در بالای همه چیز است و علی کل شیء، و در بالای همه چیز است و فوق السماوات، در بالای آسمان ها هست. و علم ان عامة السلف كان هذا عندهم مثل ما عندهم ان الله بكل شيء علیم و علی کل شیء قدیر. و وقتی که انسان حدیث های پیامبر صلی الله علیه وسلم را میخواند و جمع میکند میفهمد که اکثر علمای سلف در این عقیده بودند که الله تعالی در بالای عرش هست، در نزد آنها مثل این که الله تعالی دانا هست، عالم است به همه چیز و الله تعالی به همه کار قادر است. یعنی که چقدر که صفت قدرت و صفت علم الله تعالی را آنها میدونستند، همین گونه صفت استوا را هم همین گونه اثبات میکرده، چون که صفت استوا در قرآن آمده است و عددش هم به نهایت زیاد است. فأدلة ثبوت صفتي الاستواء على العرش والعلو كثيرة جدا. دلیل های اثبات دو صفت، یعنی صفت استوای الله تعالی بر بالای عرش و صفت عالی بودن الله تعالی از تمام مخلوقات به نهایت بسیار است. حتی شیخ الاسلام رحمت الله علیه در مجموع فتاوا مجلد 5 صفحه 51 گفتند که مما لا یحصیه الا الله، دلیل ها چنان زیاد است که غیر الله تعالی کسی شماریده نمیتواند. مما هو ابلغ المتواترات اللفظی و المعنویه، این بالغترین یعنی بسیار بلیغترین متواترهای لفظی و معنوی، هم لفظش هم با لفظهای گوناگون آمده است، اثبات میکند که الله تعالی در بالای عرش است و از تمام مخلوقاتش در عالی هست، و هم از روی معنا. والمنقول عن السلف في معنى الاستواء لا يخرج عن 4 معانی. آن نقل هایی که از علمای سلف به ما رسیده آمده است در ترجمه کلمه استوا از 4 معنا بیرون نمی براید. اینا در کتاب تعارض عقلی و نقل گفتن. در و هی این 4 تفسیرها چی است؟ استقر، یعنی الله تعالی در بالای عرش قرار گرفت، علا و بالای عرش عالی شد، ارتفع برآمد، صعود برآمد و تاجیکی هم ترجمه میشه، یعنی الله تعالی در بالای عرش است. اما کلمه نشست، این کلمه استفاده بردن جایز نیست، چون که الله تعالی برای ما جلسه نگفته است، نشست نگفته است، یا قعده نگفته است، نشست نگفته است. استقر قرار گرفت، علا برآمد،
یعنی علمای سلف کلمه استوا را با این کلمه ها ترجمه کردند و هذه المعانی كلها منقولة عن السلف. یعنی همین 4 معنا از علمای سلف نقل شده است. و هم علمای سلف و این اختلفت عباراتهم، اگرچه عباره هاشون گوناگون باشدم، استقر، علی، ارتفع، صعود باشدم، فمقصودهم واحدون، ولی مقصود آنها یک است، و هو اثبات علو الله علی عرشه، این اثبات عالی بودن الله تعالی بر عرشش. مقصود همه آنها همین است که الله تعالی در بالای عرش است. در کتاب مجموع فتاوا گفتن و در جای دیگر گفتن که در جای دیگری کتاب مجموع فتاوا و هذا امر بین واضح لكل ذی عین بصیرة و قلب سلیم. و این مسئله برای هر یک شخصی که چشم بینا دارد و قلب سلیم دارد بسیار امری معلوم است، گشاد و روشن است. و در جای دیگر گفتن که و هو امر معلوم بالفطرة الضروریه، این گفتن الله تعالی عالی بودنش یک امری معلوم است، کاری به همه معلوم است، فطرتی ضروری است، طبیعتی که برای تمام فرزندان آدم ضروری هست. یعنی کافر و مسلمان میداند که پروردگار او، سازنده او، آفریدگار او، الهی که او را پرستش میکند در بالا هست، در جهتی بالا هست، در طرفی راست، چپ، پیش، قفا، در پایان نیست. سبحانه، الله پاک است. تمام کافر، تمام انسانیت وقتی که میخواهد به سوی اله توجه کند به سوی آسمان توجه میکند. پیامبر صلی الله علیه وسلم با چشمشان به آسمان نگاه کرده دعا میکردند، سرشان را به آسمان میبرداشتند. بعضی انسان ها غلط میکند وقتی که میگوید که پیامبر صلی الله علیه وسلم در وقت عبادت به آسمان نگاه نمیکردند. بله، در وقت نماز نگاه نمیکردند. شما نماز را از عبادت جدا کنید محترم. خلاصه حدیث ها را کاوید وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم سحر از خواب میخواستن به آسمان نظر میکردن و سوره آل عمران آخرش میخواندن. خب فإن فطرهم مقرة بأن الله فوق العالم، فطرت مردم خواه کافر است خواه مسلمان، طبیعتا انسان اقرار میکند که پروردگار او در بالا هست. کما ان العقل دل على ان الله تعالی فوق العالم، این چنین عقل هم دلالت کرده است که الله تعالی در بالای عالم است. در کتاب مجموع فتاوا گفتم. حالا میبیاریم دلیل ها از عقل و دلیل ها از کافرها از قرآن کریم. ولا عجب فی ذلك، در این یگان جای عجایبی ندارد. فإن من ابین ما شهدت به الفطر والعقول والشرائع علوه سبحانه، از معلومترین و واضح و روشنترین چیزی که طبیعت ها شاهد شده است، عقل ها شاهد شده است، تمام شریعت ها، هم شریعت اسلام و هم پیشین شریعت ها شاهد برای آن شده است که الله سبحانه و تعالی در بالای تمام عالم است. و اما تقریر ذلك بالادله العقلیه الصریحه فمن طرق کثیره جدا. ابن القیم شاگرد شیخ الاسلام میگن که اما اقرار کردن این که الله تعالی در بالای عالم است، از همه بالا هست، با دلیل های عقلی که صراحتاً به این دلالت میکند با راه های بسیار است. در کتاب صواعق المرسله ذکر کردن 30 راه را، وقد ذکر 30 طریقا لتقریر ذلك، برای اقرار کردن، فهمانیدن که الله تعالی با عقل سالم فهمیده میشد که در بالای تمام عالم است، با 30 راه بیان کردن در کتاب صواعق. بگیرید بخوانید. فإنهم قد فسروا الاستواء بما يتضمن الارتفاع فوق العرش، علمای گذشتگان تفسیر کردن کلمه استوا را به اون معنایی که دلالت به این میکند که الله تعالی در بالای عرش است. و استواء الله تعالی علی عرشه هو علوه علیه،
معنای استوای الله تعالی بر عرشش این عالی بودن الله تعالی بر عرش، یعنی از الله تعالی از عرش در بالا هست. ولهذا لا يقال لكل ما كان عاليا على غيره انه مستو عليه. برای این گفته نمیشد که هر کسی که در بالای یک چیز است گفته نمیشد که فلانی بر فلانی استوا کرد. مثلا به کشتی میشینید، از این کشور به این کشور میروید، شما رو گفته نمیشود که بر بالای کشتی استوا کرد گفته، لیکن گفته میشد که بر بالای کشتی نشست برآمد گفته میشد، لیکن استوا کرد گفته نمیشد. یا بر بالای سمالیات نشستید هواپیما، او هواپیما از آن شما نیست اصلا. وقتی که شما به بالای هواپیما برآمدید نشستید، این دلالت نمیکند که او مالک شما هست، او دلالت نمیکند که شما در بالای و حکمران هستید. بنابراین کلمه استوا را در دیگر مخلوق ها استفاده نکرد. ولكن كل ما قيل فيه انه استوى على غيره فانه عال عليه. لیکن اگر استوا کرد بر بالای چیزی گفت، این معناش هم استوا کرد و هم بالای وی برآمد، لیکن بالاش برآمد گویا معنای استوا را همه وقت داده نمیشود. والذي اخبر الله انه كان بعد خلق السماوات والارض الاستواء لا مطلق العلو. الله تعالی خبر داد که بعد اینکه آسمان ها و زمین ها را آفرید، سپس الله تعالی بر بالای عرش برآمد. این مطلقی برآمدن نه، استوا معنای خاص دارد. فالاصل ان علوه على المخلوقات وصف لازم له كما ان عظمته و کبریاؤه و قدرته كذلك. خب خلاصه اصل این است که عالی بودن الله تعالی بر مخلوقاتش این وصف لازمی هست به الله تعالی، مانند بزرگیش. چون که الله تعالی همیشه بزرگ است، همیشه قدرت دارد، همین گونه علوش. اما الاستواء فهو فعل يفعله سبحانه وتعالى بمشیئته و قدرته. اما مسئله استوا باشد، الله تعالی این کار را میکند با خواهش خود و با قدرت خود. یعنی فرق بین علو و بین استوا. خب فالاستواء من الالفاظ المختصة بالعرش لا تضاف الى غیره لا خصوصا ولا عموما. استوا از جمله لفظهایی که خاص به عرش است و غیر عرش خصوصا هم عموما هم نسبت داده نمیشود. ولذلك اتفق المسلمون على ان يقال استوى على العرش ولا يقال استوى على الارض مثلا یا على البحر. بنابراین علما اتفاق کردند که الله تعالی بر بالای عرش استوا کرد گفته میشود، گفته نمیشود که بر بالای زمین استوا کرد یا بر بالای بحر استوا کرد، گفته نمیشود. لیکن از زمین و از ابرهای و بحرها عالی است الله تعالی. خب تأویل الاستواء بالاستیلاء مردود، یعنی آنهایی که کلمه استوا را با استیلا ترجمه کردند، گفتن این استوا به معنای استیلا هست، از کجا این گپ گرفتن؟ آیا قرآن به همین دلالت کرد یا حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم به همین دلالت کرد؟ هرگز دلالت نمیکنه. و تأویل الاستواء بالاستیلاء مردود من عدة وجوه. ترجمه کردن کلمه استوا، تأویل کردن کلمه استوا با معنای استیلا رد است، مردود است به صاحبانش از چند راه. فهو باطل من حیث اللغه، این از جانب لغت و زبان عربی یعنی باطل است. و من حیث ما نقل من عن السلف، این چون از نگاه این که از سلف این گونه تفسیر نآمده است، بنابراین رد است به صاحبانش. فإن اهل السنه و سلف الامه متفقون على ان من تأول استوى بمعنى استولى. اهل سلف و اهل سنت، تمام علمای اهل سلف اتفاق کردند که کسی که کلمه استوا را به معنای استولا اگر تعبیر کند او به معنی آخر یا به یک دیگر معنایی که ینفی، این تعویلش نفی میکند که الله تعالی در بالای آسمان ها هست، فهو جهمی ضال، او جهمی هست، او گمراه هست. و یستفاد منها جمیعا، این چون از این آیت ها
یعنی استوای الله تعالی بر بالای عرش در 7 جای قرآن کریم چون این فایده گرفته می شود که اثبات استواء الله علی عرش علی ما یلیق بجلاله، ما اثبات میکنیم چه که الله تعالی خود اثبات کرده است، ما از پیش خود نگفتیم، هر چیزی که الله تعالی گفته است همان را گفته ایستادیم. اثبات صفت استوای الله تعالی بر بالای عرشش چه که به خود لایق است. و فیها الرد على من اول الاستواء بانه الاستیلاء والقهر، در این ترجمه رد است با آنهایی که استوا را به معنای استیلا، استیلا معناش چی است؟ یعنی والی شد، صاحب شد، صاحب ملک شد ترجمه میشه، صاحب قدرت شد بر بالاش ترجمه کرده می شود. این بسیار گپی غلط است. و فسر العرش بانه الملک، عرش را ملک ترجمه کردن بعضی، یعنی استوا علی العرش بر بالای عرش صاحب شد، بر ملکش صاحب شد. یعنی تا این دم چی بود؟ عرش از آسمان ها و زمین ها پیشتر آفریده شده بود. عرش را الله تعالی آفرید، اینا همه میدانند. عرش با حدیث های صحیح ثابت شده است که عرش پیش آفریده شده است از آسمان ها و زمین ها، بلکه قلم که 50,000 سال پیش از آفرینش آسمان ها و زمین ها آفریده شده است، قلم بعد عرش آمده است. لیکن نمیدونیم چقدر مسافه یا مقداری بین عرش و بین قلم، بعد چند سالی عرش آفریده شد قلم کسی نمیداند، برای آنکه در این باره اگران نصی صریح نیست. لیکن قلم از آسمان ها و زمین ها 50,000 سال پیش آفریده شده است، ولی پیش از آفریدن قلم عرش بود، بلکه عرش دومین مخلوق الله تعالی هست. اولین مخلوقی که الله تعالی آفرید آب است و عرش پروردگار در بالای آب بود و عرش بود. وقتی که ما گوییم که وقتی که الله تعالی آسمان ها و زمین ها را آفرید سپس بر بالای عرش صاحب شد. عرش اگر با ملک ترجمه کنیم سپس بر ملکش صاحب شد. حتی این دم کی صاحب بود؟ این معنا غلط است. شما از یک چیز میگریزید به دیگر چیز دوچار میشوید. ای اهل تعویل، و خود آیت بزرگان اشعری ها و ماتوریدی ها در این مسئله در عقیده سلف بودند، گشتند برای آنکه دیگر جای گریز نداشتند. اونها کمتر عقل داشتند، کمتر فهم داشتند، کمتر علم داشتند که مجبور شدند استوا را به الله تعالی چه خیلی که هست همان خیل اثبات کردن، به الله تعالی لایق و سزاوار. یعنی استوای الله تعالی به استوای مخلوق ها مانند نیست. چه خیلی که الله تعالی شنوا هست، ما هم شنوا هستیم، ولی شنوای ما و الله تعالی به هم دیگر مانند نیست. همین گونه استوای الله تعالی به استوای خلقش مانند نیست. کسی که چنین ترجمه کرده است، عرش را ملک ترجمه کرده است و استوای الله تعالی استیلا گفته است، یعنی الله تعالی صاحب ملک شد گفته است، این غلط است. فقال استوى علی العرش معناه استولا علی الملک، بر بالای ملکش صاحب شد. و قهر غیره، دیگرها را قهر کرد. و هذا باطل من وجوه کثیره، و این باطل است از چندین وجه ها. اولا ان هذا تفسیر محدث، اولش اینکه تفسیر نو پیدا شد، مخالف لتفسیر سلف من الصحابه و التابعین و اتباعهم. این مخالف تفسیر سلف است، از صحابه ها و تابعین و اتباعین و پیروان صحابه ها، تابعین و تبع تابعین. یعنی این خلاف تفسیر آن بزرگان است. و اول من قال به الجهمیه و المعتزله، اولین شخصیت هایی که همین معنا را پیدا کرد و استوا را استیلا گفت جهمی ها و معتزلی ها، پیش از اشعری ها و ماتوریدی ها که ها در اصل 300 پیدا شدن، جهمیه ها و معتزلی ها این عقیده را گفته بود. فهو مردود، این عقیده به صاحبانش مردود است. جهمیه ها و معتزلی ها شاگردان یهود هستند.
ثانيا لو كان المراد بالاستواء على العرش الاستيلاء على الملك لم يكن هناك فرق بين العرش والأرض السابعة السفلى والدواب وجميع المخلوقات. اگر کلمه استوا معناش استیلا میشد و چی فایده دارد که الله تعالی بر بالای عرش سپس صاحب شد گوییم اگر به معنای صاحب شدن باشد چی فایده میتد؟ الله تعالی بر زمین مگر صاحب نیست؟ الله تعالی مگر بر حیوان ها صاحب نیست؟ مگر الله تعالی نآفرید حیوان ها را؟ مگر الله تعالی در بالای مخلوقات در بالای زمین صاحب و صاحب ملک نیست؟ چی معنا داره بر بالای عرش صاحب ملک است گوییم؟ بر دیگر مخلوقات چی فایده دارد اگر ما استوا را صاحب ملک شد گوییم؟ فلم یکن لذکر العرش فایده، برای ذکر عرش فایده ندارد. هم کلمه سپس آمده ثم استوى در 6 جای آمدگی است. سپس بر بالای عرش برآمد. اگر ما بگیم سپس بر بالای عرش مالک شد، خب تا این دفع مالک عرش کی بود؟ این عموما معنای غلط است. ثالثا ان لفظ استوى على العرش قد اضطرد في الكتاب والسنه ولم يأتي في لفظ واحد استولى على العرش. سیوم دلیل این است که کلمه استوا علی العرش در 7 جا آمده است. در قرآن و سنت پی در هم آمده، بسیار آمده است، لیکن در یک جا اقلا نه آمده است به معنای استولا که ما دیگر معناها را به این حمل کنیم گوییم که در یک جا به معنای استولا آمد، این استواها را هم به همین استولا ترجمه کنیم گوییم، چون که قرآن اصلا قرآن را تفسیر میکنه. القرآن یفسر بعضه بعضا، بعض آیات‌های قرآن بعض آیات‌های دیگر را تفسیر می‌کند و حدیث سخن‌های قرآن را تفسیر می‌کند. یعنی یگان خیلی تفسیر از قرآن و سنت نه آمده است که اقلا یک دانه باشد ما گیریم و باقی مانده‌اش به معنای استیلا تفسیر کنیم، نیست. رابعا چهارمینش انه اتی بثم، یعنی اینو ما بر وقت‌تر گفتیم. چهارمین رد این است که الله تعالی با کلمه ثم آورد که تفید الترتیب، این دلالت به ترتیب میکند. دخل محمد ثم عبدالله، اول محمد در آمد سپس عبدالله در آمد. ثم به معنای سپس است، یعنی الله تعالی وقتی که زمین ها و آسمان ها را آفرید سپس بر بالای عرش استوا کرد. اگر استوای ما طبق اهل بدعت ترجمه کنیم صاحب ملک شد گوییم، این معنا درست نمیشه. چخیل الله تعالی سپس صاحب ملک میشد است؟ تا این دم کی بود؟ خب فلو كان معنى الاستواء الاستيلاء على العرش والقدرة عليه لم يتأخر ذلك إلى ما بعد خلق السماوات والأرض. و بعدی آفرینشی آسمان ها و زمین ها به تأخیر نمیگذاشت آخرین صفات. فإن العرش كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض. عرش پیش از آفرینشی آسمان ها و زمین ها بود. چخیلی که در صحیح بخاری و مسلم ثابت شده است. چخیلی میشده است که الله تعالی بر بالای عرش قادر نبوده است پیش از آسمان ها و زمین ها. بعد آسمان ها و زمین ها را آفریده سپس قادر شده سو صاحب شد. و هذا من ابطل الباطل، و این از باطل ترین باطل ها است. و منها از جمله رد چنین است که لفظ الاستواء فی لغت العرب یقال على القدره او على علو القدر ممنوع عندهم. کلمه استوا، لفظ کلمه استوا در لغت عرب به معنای قدرت و علو قدر، یعنی که اینجا علو ذات نه، علو قدر الله تعالی بلند، به این معنی در لغت عرب نآمده است. در لغت عرب که الله تعالی قرآن رو به زبان عربی نازل کرد در یگان جا نآمده است که استوا به معنای صاحب قدرت باشد یا علو قدر باشد، قدرش بلند، به این معنا نآمده است. والاستعمال الموجود في الكتاب والسنة وكلام العرب يمنع هذا. استعمالی که موجود است در قرآن و سنت این گونه تفسیرها را منع میکند. خیلی که ما این مسئله را در دیگر جا وسیع‌تر گپ زدیم گفتن شیخ الاسلام.
اون بایتی که در اون بایت رو دلیل میبرن، سبحان الله، دلیلشون بایت است، نه قرآن است نه سنت است. آن آیت هایی که از قرآن دلیل میبره همش رد بر خداشون است، خیلی که در درسای آینده انشاءالله بیان میکنیم. بنابراین شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتن که هر آیت و حدیثی صحیحی که اهل بدعت بر بدعت خود او را دلیل همچون دلیل ذکر میکنند، من از همون دلیل آوردش به خودش رد میزنم. کدام اهل بدعت نباشد، کدام نوعی اهل بدعت نباشد، اگر از قرآن و از سنت صحیح پیامبر صلی الله علیه وسلم بر فایده بدعتش، یعنی برای یاری بدعتش یه دلیل بیارد، من با همون دلیل خودش او را رد میزنم، نه با دیگر دلیل، با همون دلیل آورده، همون دلیل آوردگیش برای خودش رد است اگر درست فهمد. اون بیتی که گفتم ببینی یک شعر دلیل گرفتی، اون شعرم هیچ کسی نگفته است، بافته شده است. میگم استوى بشر على العراق من غیر سیف و دم مهراق. بشر بر عراق والی شد، یعنی رئیس ولایت شد، بدون ریزانیدن خون و بدون شمشیر. و انه لو کان صحیحا، اگر این شعر در حقیقت صحیح باشد، یگان شاعر همین گفته باشد، گفتم لم یکن فیه حجه، در این دلیل نمیشه، حالا که اینه هیچ کس نگفت از این بافته شده دروغ است. و اگر گفته شده باشد همین شعر یگان کس، این دلالت نمی کند که بشر صاحب ملک عراق شده باشد. فإنهم لم یقولوا، چون که عرب ها نگفتن که استوى عمر علی العراق لما فتحها، وقتی که حضرت عمر عراق را فتح کردن نگفتن که حضرت عمر فتح کرد، استوا کرد نگفتن، فتح کرد گفتن. یعنی عراق در دست کافرها بود، حضرت عمر گرفتن فتح کردن، دیاری مسلمان ها کردن. ولا استوى عثمان علی خراسان، خراسان را عثمان استوا کرد نگفتن که یگان عرب ها. ولا استوى رسول الله صلی الله علیه وسلم علی الیمن، یگان کس نگفت که پیامبر صلی الله علیه وسلم بر بالای یمن استوا کرد نگفتن وقتی که صاحب یمن شدند و یمن را فتح کردند. و انما قیل هذا البیت ان صح فی بشر ابن مروان، این بیت اگر صحیح باشد در حق بشر ابن مروان گفته شده است. لما دخل العراق، وقتی که به عراق در آمد، و استوى علی کرسی ملکها، بر کرسی ملیک عراق نشست. فقیل هذا کما یقال جلس علی سریر الملک، این فقط گفته شد برای آنکه در بالای تحت پادشاهی عراق نشست. و یقال قعد علی الملک، یعنی بر بالای ملک نشست. مراد همین است، نه مراد این که استوا کرد، یعنی که به معنای صدفایز آفریده باشد و بر بالای او حکمرانی مطلق باشد. و شیخ الاسلام در مجموع فتاوا در مجلد 17 وقد ذکر 12 وجها لابطال تاویل الاستواء بالاستیلاء، 12 وجه را ذکر کردن برای باطل بودن تأویل استوا بر کلمه استیلا. یعنی این 12 با 12 راه اثبات کردن که هیچگاه کلمه استیلا به استولا درست نمی بیاید، نه از روی منطق قرآن و سنت، نه از روی فهم سلفی امت و علمای مسلمان ها، و نه از روی عقل و نه از روی لغت عرب دلالت نمی کند. مرحمت کسی اگر شک و شبه باشد گیرید کتاب ها را خوانید، متعصب نشوید به یک پیرتان، به یک دامولاتان که به شما بعضی چیزها را تعلیم داده است، سبب هدایت شما شده است، شاید در وعظ و در نصیحت ماهر است، ولی وقتی که بدون دلیل گپ میزند کسی گپش به خودش مردود است. امام مالک گفتند که کل یؤخذ من قوله و یرد،
هر یک انسان در این دنیا سخنش رد هم می شود، قبول هم می شود. سخن انسانیت قبول هم کرده می شود، رد هم کرده می شود. الا صاحب هذا القبر، غیر صاحب این قبر است. بنابراین غلو در پیر و استادانتان نکنید. اگر رفت و یکی از اهل علم و پیشوای دینی استوا را به معنای استیلا اگر ترجمه کند، مغرور نشوید. در همین قدر کفایتی میکنیم و باقی مانده این مبحث را در صحبت آینده انشاءالله بیان میکنیم. والله اعلم و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.